به توپ شناس خیلی خوش اومدید. از سری ویدیوهای پرونده ویژه این بار با علی مهمون ویژه این ویدیو سراغ ایسی میلان میریم. میلانی که فصل بدی رو گذروند و قرار 0 تا 100 رو با هم بررسی بکنیم. علی جان خیلی خوش اومدی به توپ شناس. من چاکرتم. سلام عرض میکنم حسین جان خدمت شما، همه مخاطبان خوب و گل و ماه توپ شناس و امیدوارم که برنامه خوبی بشه، بچه‌ها دوست داشته باشن و ببینن، نظرشون هم توی کامنت بگن حتما. و بلافاصله به نظرم از چیزی که همین چند ساعت پیش گذشت شروع بکنیم. بازی آخر میلان در سری آ مقابل مونزا و تجمع بین 3 تا 5000 نفری که هوادارا داشتن. قبل از شروع بازی اعتراضات زیادی نسبت به مدیریت تیم داشتن و خیلی بنرهای مختلفی بود و شعارهای مختلفی دادن. دوست دارم نظرت رو در مورد این اتفاق کلن بدونم که تجمع هوادارا قبل از بازی آخر فصل و شعارهایی که داخل استادیوم با شروع بازی میدادن و وسطای بازی هم قسمت اولتراهای میلان کرواسود ول کردن رفتن استادیوم رو. در این مورد می‌خواستم نظرتو بدونم که بعد حالا بازش بکنیم بحث مدیریت میلان رو که خیلی بحث مفصلیه. ببین، راجع به مدیریت میلان که می‌خوایم صحبت بکنیم، اسم یکی خیلی پررنگه این وسط. پررنگ از لحاظ وظایفی که انجام داده، نه از لحاظ اسمی. یعنی اگر وظایفشو انجام میداد به نظرم این اتفاق حداقل نمیافتاد. یعنی توی رد پای هر اشتباهی رو که بگیری یه اسمی از زلاتان ابراهیموویچ این وسط میاد و همونجور که خودت گفتی نارضایتی‌ها نسبت به مدیریت میلان زیاده. خب یکی از بزرگترین مشکلاتی که میلان امسال داشته، یعنی توی این 1-2 سال گذشته داشته، این بوده که خیلی‌ها میگن اون شعار زلاتان ابراهیموویچی که من توی زمین رهبر بودم، وقتشه که اینجام بیام رهبری بکنم و اینا، میلانیا خیلی اعتقادی به این قضیه ندارن. یعنی حداقل اولش اینجوری نبود، ولی الان میگن آقا تو یه جورایی یه مهره مدیریت شدی، تو قرار نبوده که بیای این کار انجام بدی. به خصوص موقع سکوت کردنش حسین، وقتی از چمپیونز لیگ حذف شدن، وقتی اینقدر نتایج بدی داشتن میگرفتن، میگم بعضی وقتا شما مصاحبه نکنی اوکی، ولی وقتی مصاحبه میکنی میگی ما در مسیر درستی هستیم، مسیر درست این نیست که تو چمپیونز لیگ اون بلا سرت بیاد، حالا با هر وضعیتی که میلان داشته توی اون مرحله چمپیونز لیگ و وضعیتی که توی لیگ داریم میبینیم. یه طرفدار میلان به نظرم این حقو میتونه داشته باشه که بگه تیم من در حد 4م شدن باید باشه توی لالیگا، توی سری آ. و خب وقتی این اتفاقا نمیفته، سوء مدیریتیه که وجود داره. اون شعارهایی که داده شده هیچ کدوم بهش عمل نکرده زلاتان ابراهیموویچ و یه جورایی من داشتم توییترم چک میکردم، امسال هشتگ ایبرا آوت خیلی زیاد ترند شد برای طرفدارای میلان که میخواستن نباشه. خیلی‌ها میگن که این داره جای پای خودش رو سفت میکنه توی باشگاه، ولی اون کارهایی که قرار بوده بکنه و نمیکنه. یعنی این سر فونسکا وجود داشت، سر کنسیساو وجود داشت، حالا بهش میرسیم. حتی خیلی‌ها میگن اصلا درگیری داره با کنسیساو، خیلی‌ها میگن نظر داره میده توی تصمیم گیری برای ترکیب چیدن و بازیکن‌ها و اینجور چیزا و این باعث شده که یه نارضایتی خیلی خیلی شدیدتری پیش بیاد که توی اون مدیریت باشگاه چه خبره. به خصوص این که بخواد نخواد یه مقایسه‌ای با دوران پیولی و مالدینی میشه این تیمه. یعنی اینا نمیتونن برن خودشونو با آینده، با گذشته خیلی دور مقایسه بکنن، ولی خب مالدینی هم پیش پای خودشون بوده دیگه. این اتفاقی که 1-2 سال افتاده و مقایسه هایی که انجام میشه، نوع مدیریتی که بوده، نوع مدیریتی که الان هست، باعث شده که اینقدر نارضایتی به وجود بیاد که به قول خودت داری میگی توی این بازی آخرام تماشاگرها رفتن و شعار دادن و یه وضعیتی که البته من حقو میدم به طرفدارای میلان و اونایی که توی ورزشگاه بودن. قطعاً بنرها میگم اصلا به شکلی بود که بنر انسانی درست کرده بودن. یعنی هوادارها به شکلی نشسته بودن که نوشته شده بود گو هوم، یعنی جمع کنید برید. و یکی از بنرها اینجوری بود که سینگر، کاردیناله، فورلانی و زلاتان، مونکادا گورتون رو گم کنید و میلان رو شما بدبخت کردید و با شما میلان به جایی نمیرسه. این رو در ضمیمه این پرونده بکنیم که میلان فوتورو، همون نکست جنی که قرار بود برای میلان باشه، هم سقوط کرد به سری دی و آینده باشگاه، دقیقاً چیزی که قرار بود آینده باشگاه باشه، در مقابل مثلا پروژه نکست جن یووه که چقدر بازیکن نامی به
فوتبال دنیا اصلا اضافه کرد، مثل همین روولا، مثل فاجولی، مثل دین هویسن، ماتیاس سوله روم و میلان آینده خودش رو میجوری از دست داد. یه نکته بگم حسین، اینو گفتی الان داری میگی، خیلیا اصلا این میگم ترند شده توی توییتر که میگن آقا زلاتان ابراهیموویچ به جایی که بین مونکادا و کاردیناله بیاد یه پلی باشه که قرار بوده این باشه دیگه، سمتش چی بوده؟ سمتش مشاور مالک باشگاه بوده. خیلیا میگن شده اصلا مهره کاردیناله، یعنی این آدم عملا یه جوریه که بخواد ماسمالی بکنه کارهایی که اون داره انجام میده و خب تا یه جایی هوادار صبر میکنه دیگه، بعدش صداش در میاد چیزی میشه که الان اتفاق افتاد. آره یکی از بنرها مثلا بیرون از سنسیرو این بود که ریندرز دست بهش نباید بزنید، فورلانی اونیه که باید بره، یا توی استادیوم بنر زده بودن که کاردیناله اینتریستاس، یا کاردیناله یا فورلانی، که یعنی اینتریه کلا. یکی از لیدرهای معروف آلا کورواسود میلان، اولتراهای میلان، بارونه صحبت کرده امروز، یعنی امروزی که بازی انجام شد، و گفته که ما انتظار تغییرات بیشتری از مدیریت داریم و با مالدینی شفاف بود حداقل فعالیت هایی که تیم از لحاظ مدیریتی انجام میداد، و به بارسی انتقاد کرده. جالبه بدونیم این آدم یکی از اون سردسته هایی هست که روز خدافزی مالدینی بنر برد توی سنسیرو به عنوان یکی از لیدرهای اولترای میلان، و اون بنر این بود که ما یک کاپیتان داریم و اون فرانکو بارسیه. یعنی خیلی ضد مالدینی بود و اعتقاد به این داشت در دوران بازی مالدینی که بارزی از مالدینی شخصیت بالاتریه در تاریخ میلان، ولی الان میبینیم که به خاطر تصمیمات مدیریتی افتضاحی که میلان داشته به مدیریت مالدینی ایمان آورده و نظرش رو برگردونده، که حالا اینم خیلی البته رگه های سیاه بازی های مالی هم پشت پرده برای اولترای فوتبال ایتالیا هست، از 100%. آره از اون رانت هایی که بهشون داده میشه. در مورد زلاتان من به نظرم واقعا همه کاره هیچ کاری که درباره هوینس و رومینی که گفتیم درباره زلاتان هم صدق میکنه، و دوست دارم نظر تو در مورد تابستون میلان هم بدونم که تابستون میلان رو چطور دیدی که به زمستون هم کش پیدا کرد و کلی ستاره براشون خرید و فروش شد. اول راجع به تابستونشون صحبت بکنیم، بعد به فونسکا و بعد به زمستون بریم. ببین همونجوری که داریم میگی راجع به خریدای تابستونی، خیلی از این خریدا یعنی عملا نقشی که زلاتان ابراهیموویچ داشته چی بوده؟ بهش گفتن شما بیا یه واسط باش ولی رو خرید و فروشا نظر بده. اصلا انتصاب مربی و اینجور چیزا هم دقیقاً نظریه که خود زلاتان ابراهیموویچ داره، و به خریداشون که داریم نگاه میکنیم میبینیم خریداییه که خیلی شاید توجیه آنچنانی نداره، یعنی خریدایی نیست که بشه تیم رو بهتر کرد. ببین الان به قول خودت ما تو ویدیو قبلی صحبت کردیم راجع به خیمنز، خریدی که شما رفتی انجام دادی 30 خورده میلیون یورو پول دادی ولی هیچ فایده‌ای نداشته. از اون طرف مثلا رفتن ژائو فیلیکس رو آوردن، یعنی اتفاقات اینها تازه زمستون بود، خود تابستون یه تیم جدید اصلا خریدن. بله. فوفانا یادداشت کردم، پاولویچ اگه اشتباه نکنم، موراتا، بله که خود موراتا هم دوباره جدا شد، یعنی نیم فصل ردش کرد. یعنی عملا شما داری نگاه می‌کنی می‌بینی توی این 2 فصل نقل و انتقالاتی بجز اون تابستون پارسال که پولیسیچ و رایندرز اومدن، هر خریدی که میلان کرده این خریدایی نبوده که در جهت تقویت 100% تیم باشه و نتونست آنچنان کمک بکنه به این تیم. یعنی اینا چوکوزه رو رفتن تابستون سال قبلش گرفتن، حسین چوکوزه‌ای که داشته تو اسپانیا فوق‌العاده بازی می‌کره، هیچ خروجی نداشته. اون اوایل اصلا بازی هم درست حسابی بهش نمی‌رسید، یعنی پوله رو دادن رفته ولی هیچ تأثیری نداشته. یعنی اینا پولیسیچ گرفتن، لوستوفچیک، این 2 تا بازیکنی که از خود چلسی رفته اونجا دیگه، رایندرز که خب از آلکمار رفته اون خوب بوده، اوکافور، چوکوزه، یوویچ، اینا بازیکنایی بودن که اصلا انقدر بد بود که نیم فصل دادنش به ناپولی. خب بله این دارم خریدای تابستون پارسال دارم میگم. و خب وقتی این به این چیزا نگاه میکنی و میذاری کنار فروش تونالی و در حال حاضر احتمالاً رایندرز که توی همون مسیره، ببینی که تیم ورودی خروجیاش خیلی با هم دیگه جور در نمیاد. اونقدر که بازیکن خوب توی این تیم قراره بیاد، بیشتر از اون بازیکن خوب داره این تیم میره به هر حال و تیم اونقدر تقویت نمیشه و به نظرم این خودش اسباب نارضایتی دوباره برای تماشاگرها، چون تعداد بازیکنایی که وارد میلان شده حسین کم نبوده. اینکه شما توی 2-3 تا پنجره نقل و انتقالات 13-14 تا بازیکن اضافه کنی به تیم، حالا درسته به قول خودت خیلی از این بازیکنات اصلا توی نقل و انتقالات زمستونی جدا شدن از این تیم، اونم باز خودش یه شک و شبهه‌ایه که چی جوریه که تو بازیکن خریدی، بازیکن 3 ماه شده رفته،
چرا باید این اتفاق بیفته؟ پس این خرید ناموفقی بوده. اسمش خرید ناموفقه. خرید موفق تو 3-4 ماه جدا نمیشه. و خب وقتی پنجره نقل و انتقالاتی رو می‌بینی تو به ترکیب به اسکواد کیا اضافه شدن، می‌بینی چیز زیادی اضافه نکردن به این ترکیبه و نتونستن اون کیفیتی که اون میلان به هر حال قهرمان شد، میلان پیولی به هر حال قهرمان شد، می‌بینی این تیم چیزی زیادتر از اون نداره و بعضن پایین‌تر هم اومده. کاملا تابستون خیلی بدی داشتن و در کل از حتی همین تجمع من این حس رو میگیرم که این هوادار میخواد تیمش رو نجات بده و فهمیده که کاری از دست مدیریت بر نمیاد. چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، میلان دومین تیم پر افتخار اروپا است و تیم بسیار بسیار بزرگیه و بعد از مادرید بیشترین قهرمانی رو داره. یک بار حدود 2012-2013 اونها مجبور شدن به خاطر سوء مدیریت، به خاطر فرپلی مالی و هر دلیلی 2 ستاره اصلیشون که زلاتان و تییاگو سیلوا بودن رو به پی اس جی بفروشن و در یک شب کلی اسطوره ازشون خداحافظی کردن و تیم خالی از ستاره شد. یه افتی داشتن، با یک تغییر مالکیت یک پولی تزریق شد، خریدهای اشتباه انجام شد مثل بونوچی، کنتی و غیره. این تیم دوباره فشار فرپلی مالی بهش اومد، مجبور شد از لیگ اروپا انصراف بده و به هر شکلی بود مالدینی تونست این تیم رو همونجوری که گفتی به همراه پیولی این پروژه رو به قهرمانی سری آ برسونه، به یک ساحل آرامشی برسن که سهمیه چمپیونز لیگ رو بتونن پشت سر هم کسب کنن و الان چیزی که رویا شده بود حسین. دقیقاً. و الان دوباره اون ثبات نسبی که میلان پیدا کرده، اون آرامشی که به سن سیرو برگشته رو رفتارهای پتومت وار و پتومت گونه زلاتان دلغک و مدیریت میلان داره به باد میده و من واقعا حس میکنم که این هواداره خیلی نگران تابستون آینده ای تیمه، تابستونی که تیجانی ریندرز از الان صحبت توافق نهاییش با سیتی رفتنیه. دقیقاً. لیاو و تئو 1 دقیقه هم در آخرین بازی فصل برای میلان بازی نکردن. این به نظرم شرم‌آور بود تصمیمی که کادر فنی میلان گرفت. به هر حال این بازیکن‌ها 4-5 سال فوق ستاره‌های این تیم بودن، کلی برای تیم زحمت کشیدن، با هر مشکلاتی که در این شهر در این تیم داشتن یه قهرمانی سری آ ارزشمند آوردن. قهرمانی 19 این تیم بود و بعد از مالدینی بزرگترین دفاع چپ تاریخ میلان تئو دیگه، اصلا مگه شکی تو این داریم؟ و اینکه 1 دقیقه به این 2 نفر بازی ندادن تو هفته آخر در سن سیرو به نظرم خیلی شرم‌آور بود. ببین راجع به این که میگی 1 دقیقه بازی ندادن، این 2 تا تعبیر میتونه داشته باشه. 1 مربی خواسته توی هفته آخر یه حالگیری از اینا داشته باشه. 2 اتفاقی که من یه ذره محتمل تر میدونم این که اینا رو بازی ندادن که اینا مصدوم نشن برای فروششون. من احساس میکنم، حالا راجع به کنسی ساون میرسیم، من احساس میکنم که سبک بازیکنایی که توی این تیمن، سبک مدیریتی که این تیم داره با خصوصیاتی که کنسی ساو داره همخونی ندارن. یعنی یه ذره زلاتان خیلی اصرار داشت که آقا ما کنسی ساو رو بریم بگیریم. خب ولی تو اگر یه ذره کنسی ساو رو میشناختی میدونستی که آقا این آدمی نیست که بذاره تو کارش دخالت بکنی، یا این سر صداش در میاد. و بازیکنایی هم که الان اونجان حسین، من احساس میکنم که این رخکنه خیلی 2 دست است، 3 دست است. یعنی با کالابریا کاپیتان تیم وسط زمین دعوا کرد کنسرت. وقتی با کالابریا این کارو میکنی و اونو میفرستی میره، کالابریا رفت بولونیا قهرمان انجام شد. بله اونو میفرستی میره، طبیعتاً توی اون تیم کسانی هستن که در موضع کالابریا باشن. یعنی اینجوری نیست که اون تک و تنها باشه. قطعاً یه سری اومدن گفتن آره راست میگی این رفتار زشته. و به نظر من میگم اون انتخاب اشتباه بوده که کارو به اینجا رسونده براشون. اون مدیریت درسته. چرا ما این چیزا رو توی اینتر نمیبینیم یا تو تیم‌های دیگه نمیبینیم یا حتی تو آتالانتا؟ بله اینا به بزرگی آتالانتا بزرگی میلان نیست، ولی رفتارهایی که داریم توی میلان میبینیم به درستی که گفتی از بزرگترین مشکلشون به نظرم مدیریته و همون مدیریت هم باعث انتخاب یکی مثل فونسکا میشه. حالا راجع فونسکا هم فکر کنم می‌خوایم صحبت بکنیم دیگه، درسته؟ که ببینیم آقا با چه معیاری تو رفتی اینو پسندیدی برداشتی آوردی. یه چیزی باید داشته باشه برای تو که می‌خوای یارو مربی میلان بکنی طبیعتاً. و به نظر من این رفتاری که داره با ستاره‌های میلان میشه، اونا علیه السلام نیستن، خودشون خیلی بی‌انگیزه بودن، ولی این رفتار خب به قول تو رفتار قشنگی هم طبیعتاً نیست و اینم نباید فراموش بکنیم. میلان اگر همه ستاره‌هاشو به یک باره توی این تابستون از دست بده، تیمی فاقد جذابیت دوباره برای سالها میشه، برای اینکه بخواد بازیکنای دیگه رو جذب کنه
برای اینکه بیاد توی کورس قهرمانی سری آ قرار بگیره، برای اینکه حداقل جزو 4 تا تیم برتر ایتالیا وایسه که توی چمپیونز لیگ حضور داشته باشه. و من احساس میکنم اگه شما توی یه تابستون بیای تئو رو از دست بدی، لیاو رو از دست بدی، ریندرز رو از دست بدی، من فکر نمی کنم که این تیم بتونه اونجوری دیگه جذابیتی داشته باشه، این جذابیتی که الان داره به هر حال برای یه سری بازی کنه و تو تقویت تیم هم به مشکل میخوری. من اینجوری فکر میکنم راجبش. آره کاملا. و مانیان و تئو فکر کنم که به سال آخر قراردادشون وارد میشن در تابستون سال جدید و پولی هم دیگه گیرشون نمیاد. آره تئو که همون 30-40 تاییه که صحبتش بود که اگر رئال بخوادش همچین مبلغیه، آره که رئال نپذیرفت پیشنهاد شدن تئو بهشون رو. و نکته خیلی درستی رو گفتی، یعنی همون آتالانتا یک داستانی بود سر پنالتی زدن لوکمن که گاسپرینی یک شری به پا کرد، اومد بازیکن رو خراب کرد تو کنفرانس خبری، ولی چمپیونز لیگ همین امسال بود دیگه. آره جمعش کردن و یه جورایی روش خاک ریختن، گفتن اگر هم اختلافی هست نگه می‌داریم تیم نتیجه بگیره، آخر فصل انتخاب می‌کنیم که حالا ادامه همکاری رو داشته باشن یا نه. و اصلا قبل از اینکه به فونسکا بخوایم بریم، این رو من دوستم نظرتو بدونم در موردش. زلاتان اول فصل وقتی کنته یه جورایی میشه گفت التماس میکرد بیاد مربی میلان بشه، گفت که ما منیجر نمیخوایم، کوچ میخوایم. این یعنی چی؟ یعنی ما بله قربانگو میخوایم. و دست رد به انتخاب آنتونیو کونته زد و گزینه‌های تیم لوپتگی بود که دوباره هوادارا شورش کردن علیه انتخابش و فونسکا. و اصلا اوج حماقت زلاتان همونجا مشخص شد. یعنی من اگر مدیر رده بالایی زلاتان بودم، همون لحظه که این حرف رو زد با تیپا باشگاه بیرونش میکردم. تو چطور ممکنه تو فوتبال ایتالیا سالها زندگی کرده باشی و آنتونیو کونته رو رد کنی؟ کنته‌ای که رفت تیم دهم رو تحویل گرفت، پنجمین سری های خودش رو آورد و یکی از 4 قهرمانی تاریخ ناپولی رو با تیمی که اوسیمن تابستون ازش رفت، کواردسخالیان وسط خویچا نیم فصل دقیقاً، و همون نوا اوکافور آشغال میلان جانشین خویچاش قرار بود بشه. بله کاملا من با حرفت موافقم. میگم یعنی اون انتخابه، ببین طبیعتا شما اگر آنتونیو کونته رو بیاری، من واسه همین دارم میگم من انتخاب فونسکا رو درک میکنم که چه منطقی میتونه پشتش باشه. منطق فنی خیلی نداره به نظرم. یه کسی که تو تا حدودی میتونی بهش زور بگی. با همین دوزی که ما داریم راجع به آنتونیو کونته صحبت میکنیم که محال حرف زور رو بره تو کتش، که دیدیم چند هفته پیش اومد یه مصاحبه کرد راجع به ناپولی، اومد گفت چی؟ اومد برگشت گفت خیلی فشار نرید، این تیم در حد قهرمانی نیست، من خیلی اعصاب و درستابی ندارم، میگید قهرمانی نشدم فدا سرم. مصاحبهش همچین چیزایی بود. خب طبیعتا کنسیساو هم خیلی دوز پایینتری از کنته، اونم همینجوره. و انتخابایی که اینا دارن میکنن انتخاب درستی. شما وقتی بین کنته و این مربیای حتی همین کنسیساوی که الان مربیه بمونی، روک تو عقل درست حسابی نداری برای مدیریت تیمت. مگه میشه تو بین کنته‌ای که دستاوردش بابا تو هر تیمی رفته خودشو نشون داده، اگه تو تاتنهام رفته نشده، چون تو تاتنهام نمیشه لیگ ببری. تاتنهام هم شد، اصلا اون سهمیه‌ای که تو شروع کارش برای تاتنهام آورد، اون خودش به نظر من ارزشش از پریمیر لیگ که چلسی آورد بیشتر بود. اون سطحش همینه بود. طرف رفته تو چلسی قهرمان کرده، تو یوونتوس خودشو ثابت کرده، تو اینتر شیاد نیست. یعنی تو همون تاتنهام نتیجه نگرفت، اومد گفت من کارنامه‌ام برام با ارزشه، اگر می‌خواید اینجوری بازی بکنید، اینجوری بازیکن‌ها براشون هیچی مهم نیست، من میرم، شما خوش باشید با همین پنجم ششم شدنتون. و اتفاقا این رختکن پرحاشیه‌ای که گفتی منیجر نیاز داشت، نه کوچ. دقیقاً. ببین یه سری رختکن‌ها هستن، حالا ما اینجا میتونیم اسم کارلو آنجلوتی هم بیاریم. شما شاید مثلا بگی کارلو آنجلوتی، کنته شاید مثلا مثل پپ گواردیولا مؤلف نباشن، شاید 30 تا مربی رو اینا تقلید نمی‌کنن اینا تاکتیکشون چیه، ولی اینا نشون دادن تو مدیریت رختکن بی‌نظیرن. یعنی اگر کنته می اومد خیلی تکلیف شسته رفته بود، یا رافائل لیائو دیگه قرار نبود تو میلان بازی بکنه، روک بعد میرفت، بعد جمع میکرد، کاری که تو اینتر با ایکاردی و ناینگولان و پریشیچ کرد. ایکاردی بزرگترین بازیکن اینتر بعد از دوران مورینیو بود، گفت نمیخوامش، ردش کن بره. یعنی گفتم ایگو بازی اینجا نداریم. و این که داری میگی کنته بوده و تو به کنته میگی نه، این داره نشون میده که تو دنبال چی هستی. یعنی واضحه همون دیگه، تو دنبال یه چیزی بودی که خودت بیای نظر بدی، خودت نمیدونم حرف بزنی، هر بازیکنی تو میخوای بگیری ورداری بیاری. خب این با سازکار
میشه همین چیزی که الان هست، میشه حذف افتضاح از چمپیونز لیگ، نبودن توی چمپیونز لیگ دیگه و این وضعیت افتضاح توی سری آ که داریم میبینیم و خب سر و صدایی که از هوادارا در میاد. چون ما ببین الان به نظرم اتفاقا خوب بحث کنتر کشیدی واسه ما داریم میبینیم ناپولی با چه بودجه قهرمان شده. آیا اسکواد ناپولی بهتر از میلان بوده؟ من فکر نمی‌کنم. دفاع وسطشون رحمانی و ژسوس بودن. اگر یعنی خط دفاعی رو شما نگاه بکنی بعد سرتو تو دیوار بکوبی که تو چه جوری با این خط دفاعی تیمو قهرمان کردی. بازیکنی نداره اصلا. یارو اومد تیمو قهرمان کرد. چرا؟ چون هدفش مشخصه. گفت آقا من مگه همه دنیا نمیگن لوکاکو کثافته، من ازش بازی من کنندشم، من اینو میخوام تو اینو بگیر، من اون تحویلت میدم، خروجی کارو دریا. آره حالا این ویدیو ناپولی و اینها نیست، ما در فوتبال تیوی شو کامل راجع به سری آ و اینها صحبت میکنیم، ولی از اسکات مکتامینی هافکی ساخت که 18 تا تاثیرگذاری گل داشت. تو منچستر به خونش تشنه بودن. 18 تاثیرگذاری گل. بله و امسال بی‌نظیر بوده. واسه همین که مربی میدونه چی میخواد. شما رفتی مربیایی آوردی که اینا خودشون فلسفه بازیشون، حالا کنسیساو به نظرم خیلی مشخص‌تره که آره اونم حالا به هر حال، ولی راجع به فونسکا اصلا فونسکا چه کارنامه‌ای داشته که تو برداشتی اینو آوردی؟ خب هدفت مشخصه دیگه. این مربی از این بازیکن‌ها کوچیک‌تره، از همین اسکواد فعلی میلان که با اسکواد روزای اوج این باشگاه 10-15 سال پیش تفاوت داره، هم فونسکا خیلی کوچیک‌تره. وقتی تو اون پروژه رو بهش میدی، در صورتی که ما یادمون نره فصل قبلی هم میلان افتضاح بوده. میلان فصل قبلی حدود 20 امتیاز اختلاف داشته با اینتر و الان که داریم نگاه میکنیم میبینیم قضیه فرق نکرده، عقب گرد داشته میلان کاملا. و اصلا فونسکایی که گفتی هفته سوم بود فکر کنم جلوی لاتسیو که تیمو جمع کرده بود، داشت باشون صحبت تاکتیکی میکرد، لیاو و تئو اونور زمین وایساده بودن، اصلا اهمیتی نمیدادن، اصلا به حرف مربی گوش نمیدادن. آره و یکم فونسکا سعی کرد اینها رو نیمکت نشین کنه، مثلا گوششون رو بپیچونه، ولی نه، همونجوری که میگی قدرت اینها خیلی بیشتره. کاریزما باید داشته باشی، میدونی اون ادای کاریزماست. آفرین. اون کاریزما از عقبت میاد، از اون میگه آقا من این جامو آوردم، با این بازیکنای گنده تر تو هم کار کردم، کی هستی تو که مثلا بخوای این کارو بکنی؟ کاملا همین. حالا اسم کنته داریم، فکر کن این رفتار رو یه بازیکنی با کنته میکرد، وای میشد وسط زمین، اصلا تصورش هم نمیتونی بکنی که چه اتفاقی بعدش میافتاد. ولی وقتی فونسکا میخواد ادای این قضیه رو بیاد که من میتونم صفر بگیرم، اینا امور کار دستت در میره. آره من صحبتی راجع به فونسکا دیگه ندارم جز این که خیلی زود باگ‌های بازیش مشخص شد و اون دو پیروزی در برنابئو مقابل مادرید و نجاتش داد اینتر، دربی شهر مقابل اینتر، صرفا یک بازگشت نبضی بود که دوباره این تیمه به همون کما برگشت و فونسکا به نظرم اتفاقا با سری بالا این تیمو ترک کرد. عملکرد میلان بعد از فونسکا رو دیدیم، یعنی اگر میلان الان سوم چهارم لیگ میشد میگفتیم خب مشکل فونسکا بود، ولی نه دیگه، این تیم نهم شد، یعنی سهمیه اروپایی هیچی نیورد و وسط جدولیه دیگه. میلان توی وسط جدول فاجعه است، در حالی که اسکوادشون روی کاغذ به نظرم اسکواد سوم نگیم چهارم، حتی اگر بخوایم از ناپولی پایینتر بدونیم که به نظر من نیست، به نظر من ناپولی پایینتر نیست واقعا. بعد از میلان و اینتر، بعد از یووه و اینتر سومین اسکواد لیگن دیگه. آره با حالا آتالانتا هم میتونیم بگیم سوم چهارم اسکواد اصلا گاسپرینیه که انقدر اونم فرم خوبی دارن. نظر نهایی تو دوستم راجع فونسکا بدونم که بعدش بریم سراغ نکته‌های مهم‌تر. اشتباه 100%. فونسکا کارنامه‌ای نداشته در حد اینکه بخواد مربی میلان بشه. اشتباهه. یه سوال ازت دارم. من موقعی که اخراج شد عقیده‌م این بود که اشتباه کردید آوردیدش، ولی اشتباه ترین کار این بود که اخراجش بکنید. این دوستم نظرت در مورد این موضوع بدونم. به نظرم اخراج فونسکا اشتباه تر از آوردن فونسکا بود. ببین راجب اخراج کردن این از اون چیزاست که این خیلی قابل مقایسه است با منچستر اریک تنهاگ و آموریم که الان مثلا خیلی هم میگن مثلا اگه تنهاگ بود تیم چه اتفاقی براش میافتاد دیگه، اوت که نمیشد که بره یه لیگ پایینتر. این هم همون جوره. من احساس میکنم که بهتر بود میلان، واقعا بهتر بود حداقل اگر کنسیساو رو میخواد، چون کنسیساو نشون داده تو پورتو چند بار اومده تیمای خود ایتالیایی رو توی چمپیونز لیگ حذف کرده، تجربه داره توی لیگ پرتغال، توی خود چمپیونز لیگ تجربه داره، تیماش اومدن بالاتر، ولی فلسفه‌اش مشخصه. الان اونم بهونه خاص خودشو داره، میگه آقا من هافک دفاعی خیلی خوب میخوام، همیشه داشتم ندارم، مهاجمی میخوام که مثل ژیرو
توپو نگه داره ندارم، میدونی، یعنی اون راه بهونه رو براش واگذاشتیم، مثل چیزی که برای آموریمه. یه سری مربی‌ها یه سری بازیکن‌ها میخوان دیگه و مشخص هم نیست. به نظر من الان یه اتفاقی افتاده که خود کنسیساو هم من یه جوری هم باش، یعنی میگم اصلا شاید اینم در حد میلان نباشه، شاید اینم حدش در حد همون پورتو و اینجور چیزا باشه و موافقم. من میگم کنسیساو خیلی ساحل امنی نیست که از فونسکا بخوای به کنسیساو پناه ببری. من کنسیساو رو لول بالاتر میدونم ولی باز این اون ساحل امنه نیست. یعنی من یه گریزی هم به بایر مونیخ بزنیم، یه زمان اینا ناگلزمن رو ول کردن تا دیدن توماس توخله، من درک میکنم یه فرصت بازار داری میگی توماس توخله، من برم این یارو خودشو ثابت کرده به دنیای فوتبال، تو پی اس جی فینال دیده، با چلسی قهرمان شده جلوی پپ گواردیولا، من برم اینو بقاپم. ولی راجع به کنسیساو من اینجوری نیستم که بیام میگم الان این اگه نگیرم آیدیه شده بود با پورتو تو لیگ پورتوگال آخرین فصلش. بله و داستانش همینه. به نظر منم همچین با تو مخالف تو نیستم، نمیخوام بگم من اگه بودم فونسکا رو اخراج میکردم، این روک، یعنی تو اخراجش شک نشه چون میلان واقعا کثافت بود. تو اگه بودی زودتر زلاتان رو اخراج میکردی. اون که 100% زلاتان واقعا حالا کاری ندارم، من برای خود دوران بازیگریش خیلی احترام قائلم، ولی اصلا این که زلاتانی که 600 تا تیم پریده و بیاری بکنی مدیر تیمتو فکر کنی این دلسوز تیمته، من فکر نمی‌کنم. زلاتان خیلی شومنه، این برای یه مدیریت به نظرم خیلی چیز جالبی نیست. همش دوست داره خودش ستاره اول باشه، تو چش باشه، فکر میکنه هنوز داره فوتبال بازی میکنه. قضیه فرق کرده واقعا. آره دیگه، اصلا مدیران بزرگ ما همیشه میبینیم که دوربین فراری ان، از میکروفون فراری ان. یعنی چند تا مصاحبه تو این 10 سال مثلا از ماروتا ما به یاد داریم که حرف عجیب غریبی زده باشه، یا مثلا آره مدیر ورزشی که با کارشون حرف میزنن. آره مثلا دست راست پرس که همیشه اسمش رو میاری، آنخل سانچز، اصلا کسی نمیدونه کیه دقیقاً، حتی اسمش و شناخته شده نیست. یا مایکل ادواردز عکس ازش پیدا نمیشه. یعنی این آدم در روز جشن قهرمانی لیورپول در آنفیلد بود و عکس ازش پیدا نمیشه، انگار پول میده به عکاسا، میگه از من عکس نگیرین. ببین کارنامه‌شون دیگه، مدیریت کارنامه‌ت و زلاتان میگم دیگه خیلی شومنه، اینجوری تو نمیتونی، آره اینجوری نمیتونی ببین. چون ما بارها زلاتان رو میگم، زلاتان بازیکن بزرگیه، من به طرفداراش بی احترامی نشه. بارها دیدیم که تو مصاحبه‌اش من از همه فوتبالیستای دنیا بزرگترم، من خدام، من فلانم. این حرفا برای دوران بازیش قابل قبوله. آفرین، این برای اون قابل قبوله که میگیم تو دستاورد داشتی، فوق‌العاده بودی، اوکی. الان به عنوان مدیریت میکس که اومدی میگم من یادم میره مشاور مالک و مشاور ویژه فوتبال، یه نخودیه، یه چیزی تو رو تاپوندن اون وسطه دیگه. میگم که حالا شدی سیدورف تو استقلال، همون دقیقاً همون. میگم که خیلی الان دارن میگن تو شدی سگ دست آموز کاردیناله، یعنی در این حد خودتو آوردی پایین. یه گروه سرمایه گذاری آمریکایی اومدن و تو داری اونجا به خاطر اینکه منفعتت اونجاست. اول فصل همش جور دیگه حرف میزدی، الان فقط میگی ما مسیر درسته. مسیر دهم جدول مسیر درست نیست، مسیر خیلی غلطه، معلومه خیلی غلط اومدی مسیر رو. هوادارشون نشونش دادن دیگه. 100% به درستی میگم، به درستی. و به نظر من تو اول باید دستاورد داشته باشی، بعد بیای بنازی. نمیتونی بیای بگی من مدیر میلانم ببین چه فوتبالیست خوبی بودم. به نظرم این چیزیه که راجع به میلان صدق نمیکنه. این تیم نیاز به یه مدیر با فکرتر داره که تصمیمای درستری بگیره. اصلا من تو چیزایی که یادداشت کرده بودم صحبت بکنم، جان حسین یادم رفته بود که اینا تابستون کنتر رو اینا میتونستن بگیرن و الان گفتی و الان دارم از اون مطالعه تو سرمه که بابا این عجب احمقی هستید خدا وکیل. این که کنته به پیشنهاد بشه بگی من منیجر نمیخوام من کوچ میخوام، خیلی حماقته. آخه همه دنبال منیجرن تو این روزها که یکی باشه که کلید باشگاه دستش بدن بگن این کارا با تو، ما میریم سراغ قراردادهای مالی و قراردادهای تبلیغاتی و چیزهای دیگه. اونم تویی که میدونی، شمایی که میدونی تو تیمتون 2-3 تا ستاره هستن که سطحشون از باقی بازیکن‌های تیمت خیلی بالاتره و گربه قراره برات برقصونن. طبیعتاً باید نازشون رو بکشی. اتفاقا نیاز داری به یه کسی که بیاد ساسات اینا رو بکشه. من 1% یه منطق خیلی ضعیف فقط میبینم تو این که شما کنته رو رد کنی برای میلان، اونم اینه که احتمال زیاد کنته که وارد بشه بگه من لیاو رو نمیخوام و
تئو رو شاید بخواد توی اون وینگ بک چپش جا بده و ازش خروجی بگیره، بگه من لیاو رو نمیخوام و چون گفته که من این بازیکن رو نمیخوام ارزشش تو مارکت بیاد پایین. به طور مثلا دیو کاستایی که گفت نمیخوام و ارزشش اومد پایین، شاید اونه. ولی بازم به نظرم انقدر ویژگی خوب به این تیم اضافه میکرد که حالا از ویژگی منفیش کم میشد. میخوای از اون بحث بگذاریم بریم سراغ کنسیساو؟ آره ببین این نکته‌ای که گفتی، یه نکته بگم، الان با این مسیری که داره اونا میرن دارن نزدیک میشن به فروش مجانی بازی دو تا ستاره شون و شما تو دنیای فوتبال ببین تا ابد که نمیتونی تئولیا رو اونجا نگه داری. اتفاقا هنر یه مدیریت خوب اینه که تو به موقع بلد باشی بفروشی. یعنی اینو شما از کاسبا هم بری بپرسی، یارو سوپرمارکت داره، اگه موفقه بریش بپرسی بهت میگه هنر اینه که تو ارزون بخری. اون فروختنه که یه حد یه تایمی داره، شما یه ماست هم میخری بعد بفروشی تو سر حد، بعد کپک میزنه. این اتفاق داره برای بازیکنای میلان هم میفته که اونا به نظرم اگه این اتفاق میفته ضرر هم نداشته واقعا که بیان لیاو رو بفروشن، بازیکنشون رو بفروشن. پولی الان ضررش که نرفتی چمپیونز لیگ که خیلی بیشتره تا اون پول. میدونی چه پولیو از دست دادی، چه جذابیتی رو از دست دادی. الان بازیکن به چه امیدی بیاد تو میلان؟ آره و جالبه که اصلا یکی از ریشه های اصلی مشکل مدیریت با مالدینی سر فروش تونالی بود که مالدینی مخالف فروش تونالی بود. بله. و عجیبه که همچین مدیریتی که بلافاصله تونالی رو رد کرد انقدر دست داره میکنه تو رد کردن ستاره‌های دیگه تیمش. و خود مالدینی هم به نظرم واقعا فروش بلد نبود. هاکان، کسیه و دوناروما هر ستا رایگان از این تیم جدا شدن دیگه، همونجوری که میگی باز خیلی بهتر از اینا بود. آره دقیقاً اینو میخوام بگم که خود مدیریت مالدینی ایرادهای زیادی داشت ولی باز تیم رو رقابتی نگه می‌داشت. اینا که دیگه اصلا تو دیوارن واقعا. آره خیلی بد. و قبل از اینکه بریم سراغ کنسیساو، بچه‌ای که تا اینجا همراه اون هستن لایکو بزنن، کامنت بذارن، نظرشون رو مثبت منفی هر چی هست بگن، به ما انرژی بدن. و از علی جان من باز هم تشکر میکنم که در ویدیو حضور داره و لینک حمایت مالی از توپشناس هم که میتونه کارهای ما رو خیلی بیشتر کنه، بهتر کنه، سریعتر کنه در دیسکریپشن وجود داره. ممنون میشم از حمایتتون. و بریم سراغ کنسیساو. علی جان، میلان امسال 16 بازی مقابل تاپ 8 سری آ کرده، 8 تیم برتر جدول و 2 برد از این 16 بازی داره که جالب هر 2 برد هم مقابل اینتره با 2 سرمربی مختلف و یه جورایی همین 2 برد سری آ رو از اینتر هم گرفت و تقدیم همون کنته کرد. نظر راجع به کنسیساو؟ ببین کنسیساو من مثبت‌ترم باهاش نسبت به یک کسی مثل فونسکا، ولی احساس میکنم که نتایجش اینقدر بده که اگر همین امشب که ما داریم صحبت میکنیم اخراج بشه شاید دل کسی براش تنگ نشه. اصلا رفتنیه، یعنی اخبار و اینا اینجوریه که خیلی رفتنیه. ببین چون اینا اومدن یه جام گرفتن، اون جام چی بود که گرفتن؟ سوپرکاپ تو عربستان بود. سوپرکاپ تو عربستان گرفتن. اونم به نظرم از شوک تغییر مربی اومد، چون بعدش که اینا اومدن تو لیگ ثابت شد. یعنی شما روند نتایجای میلان تو لیگ نگاه بکنی وحشتناکه، واقعا وحشتناکه. و وسط صحبتت ببخشید یه حذف فاجعه بار در چمپیونز لیگ هم داریم. اون دیگه راجع به اون حذف دیگه اصلا مسخره است که شما بیای اونجوری حذف بشی. و میلانی که تو مرحله گروهی حداقل بد نبود، یعنی میلان تو مرحله گروهی رتبه خوبی گرفت، چندم شد از رئال که بالاتر بود. میلان اگر بازی آخر دینامو زاگرب رو ازش فکر کنم 1 امتیاز میگرفت یا میبرد جزء 8 میشد. دقیقاً که اونم بازی گندی بود که اینها زدن آره. و از دست دادن اون مسابقه. از دست دادن دیگه همون دقیقاً فکر کنم میگم میلان 10ام 11ام شد، دقیق نمیدونم ولی جایگاهش فاینورد خوردن و حریف قدری نخوردن و فاینوردی که ازش خیمنزو خریده بودن. آفرین. و حالا به خیمنز هم جلوتر میرسیم. و آره فاجعه دیگه، یعنی بعد از اون سوپرکاپ انگار کنسیساو تو عربستان موند، یکی دیگر رو به عنوان بدلش آوردن رو نیمکت. دقیقاً کنسیساو به مربی بود که تو پورتو 4-2-3-1 بازی میکرد، 4-4-2 بازی میکرد. سبکش یه سبک خیلی مبارزه‌جو و رقابت طلب و پرس و فشار و اینا، اینجور مربیه. الان هم داریم میبینیم خیلی از بازیکن‌ها دارن از نوع تمریناتی که حتی میده خیلی شاکی ان، دارن میگن آقا این تمریناتی که داری میدی بیش از حد سخته، بیش از حد داری فشار میاری. و آدم خوش اخلاقی هم نیست، یعنی کسی نیست که خیلی بتونه اونچنان یه رختکنی مثل میلان. ببین چون ما قبلا اینو صحبت کرده بودیم، تنهاگ توی آژاکس داشته یه رختکنی و رهبری میکرده، صدا کسی هم در نمیومده. خب ولی اون رفتاری که تو میای اونجا انجام میدی و بازیکن آژاکس رو بیای با کریستیانو رونالدو انجام بدی،
بیای با سانچو انجام بدی، بیای با ایکس و ایگرگ انجام بدی، دستت در میره، میدونی، چون تو باز به بزرگی اونا نیستی. حتی گارداچو هم حرف تو قبول نمیکنه، قبول نمیکنه، میدونی. واسه همین میگم آقا مربی اگر میخواد یه چیزی داشته باشه بعد کارنامه داشته باشه. تو نمیتونی هر روز اول به اربده بکشی سر باز. من مطمئنم من کمپانی هم که راجبش داریم صحبت میکنیم، اون داد بیدادایی که تو برنلی میکرده و 2 تا داد اینجوری سر مثلا نویر بزنه، یه دفعه یه چک بهش میزنه میگه پوش برو گم شو بابا، تو کی هستی؟ مگر اینکه دقیقاً مگر اینکه پشتت به مدیریت خیلی گرم باشه. که کنسیسو از اول همه دنیا فهمیدن قرارداد 6 ماهه بهش دادن. همون اون قراردادی که اصلا به تو دادن خیلی ترکمنچایه، یعنی یه جورایی مثل کاریه که اینا یوونتوس با ایگور تودور کرده، میدونی، یعنی مشروطه. تازه ایگور تودور حالا میگه اسطوره اوناست، بازیکن سابقشونه، مثلا مرام گذاشته اومده تیمو تحویل گرفته، ولی دقیقاً و با کنسیسو میگم من نیستم. من احساس میکنم که میلان نیاز به یه تغییر، ببین چون میلان تو شرایطی هم نیست که بیایم بگیم الان میاد 200 میلیون یورو هزینه میکنه، نمیدونم خیلی نمیتونه از این جور کارا بکنه. خود کاردینال هم کلا معروفه به خساست، از اوناست که اقتصادی خیلی فکر میکنه، خیلی دنبال این افتضاح نیست، ولی خیلی دنبال اون افتخار هم نیست، میخواد بیزینس یه جورایی موفق باشه. من فکر نمیکنم اینا باشه که بیاد الان میگه قربون شکلت برم من بیا 150 میلیون یورو بدم بریم تو بازار. فکر نمیکنم این اتفاق بیفته، مگه اینکه اینا خرید داشته باشن، که اون خریدی هم که داشته باشن بعد بازیکن کوچیک‌تر از اونی که دارن میفروشن. منظورم تیجانی ریندرزه، منظورم رافائل لیائوه. قرار نیست اینا ریندرز رو بدن برن رودریو بردارن بیارن، این اتفاق قرار نیست بیفته توی میلان. و به نظر من با این وضعیتی که رختکن میلان داره، این دو دستگی که داره، این دعواهایی که هست، این مشکلاتی که الان درس کرده، حتی خود زلاتان ابراهیموویچ که نظرش روی کنسیسو مثبت بوده، اونم خودش الان یه سری دردسر با هم دیگه دارن. البته تایید رسمی نشده، ولی یه سری خبرنگار اومدن گفتن که آقا نه، مثل این که تو یه سری بازیات شاکی شده اومده گفته چرا این کاری کردی چرا اون کاری کردی، یه همچین خبرایی به بیرون درس کرده که همچین خبره دروغ هم نمیتونه باشه. بخوای بهش فکر بکنی میبینی همچین کاری از زلاتان برمیاد، همچین واکنشی هم که بخواد کنسیسو نشون بده از اونم برمیاد. من احساس میکنم که باید ماجرای میلان با کنسیسو با زلاتان ابراهیموویچ با جفتش باید به پایانش رسیده باشه. من فکر نمیکنم که این مربی نیاز داشته باشه که بیشتر به این زمان بدی، چون هیچ چیز مثبتی ما توی نیم فصل ندیدیم از این آدم توی سری آ. فقط یه دونه سوپرکاپ ایتالیا بود، اون سوپرکاپ بود که برد دیگه، درسته؟ بله فقط یه سوپرکاپ بود. خب اونم آره میگم عملکردش توی یه مقطعی خوب بوده. خود فونسکا هم همینجور بوده، خود فونسکا هم اینتر و رئال رو برد، جفتشون اینتر رو خوب بردن امسال. احتمالاً اگه اینم با رئال میافتاد رئال هم میبرد، یعنی امسال فقط سوزنشون رئال و اینتر گیر کرد. بقیه بازی‌ها رو داری می‌بینی فاجعه است. و خود سبکم، من این مشکلی که دارم، سبک کنسیسو رو من نمیفهمم. یعنی کنسیسو اصلا 3 دفاعه بازی نمی‌کرد، حالا تو اومدی 3 دفاعش کردی. من دقیقاً نمیفهمم میلان داره چیکار میکنه. یعنی تیم تدافعی، تیم تهاجمی، مالکیت توپ میخواد، چیکار میخواد بکنه؟ من الگوی بازی دقیقی تو میلان پیدا نمی‌کنم که بگیم آقا خب مثلا امسال چند تا بازی هم میلان دیدیم، نمیدونم 15 تا بازی دیدم، چقدر بازی هم میلان دیدم. اونجوری نیست که بیام میگم خب این الگویی که تو بازی قبلی هم تکرار شد، این الگو نه. این تیم خیلی ولنگ و واضحه، خیلی ولنگ و واضحه. من احساس میکنم که اینجا آخر خطه، ولی با این مدیریتی که زلاتان ابراهیموویچ داره من فکر نمی‌کنم اتفاقای مثبتی بیفته. امیدوارم تصمیم گیری برای پول دست آدم درست حسابی بده. پول دست آدم درست حسابی ندی، می‌بینی 700 میلیون یورو رو دادی دست تنهاگ، هیچی تاش نمونده. آره کاملا موافقم. حالا پولشون که دست مندزه با آوردن ژائو فیلیکس، این رو فهمیدیم حداقل. چرا این کارو کردن واقعا؟ دیگه به هر حال مالکینی که از فوتبال به دور بودن و با این فضا آشنا نیستن، امن‌ترین انتخابشون و شاید اشتباه ترینشون اینه که به دفتر تلفن یه ایجنت اعتماد میکنن. این کاریه که تادبولی و بهداد در چلسی هم کردن. حسین خب یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که اگر یه مدیری هستی که فوتبالی نیستی، مهمه که یه مدیر ورزشی خبره داشته باشی که تصمیم گیری ها رو بدی به اون مدیر ورزشی. دست به مالدینی نمیزدی. حتی آفرین دیگه، نه اینکه بیای یه شومن رو بکنی مدیر تیمت. حالا مدیر که نی، به قول تو همه کاره یه هیچ کاره است. یعنی
سمت درست حسابی نداره، ولی مسئولیت قبول نمیکنه. این خیلی مهمه. یعنی اصلا تابستون نبود، تابستون سر صدای طرفدارای میلان در اومده بود، مسافرت بود نمی اومد یارو. فکر کنم بود دیگه، داشت با اسپید تو لایو یوتیوب و توییچ و اینا بود. یعنی این واقعا مدیریت میلان یه تیم سنتی این نیست که تو بدی دست زلاتان ابراهیموویچ. واقعا این خودش اصل دیوار کج چیدنه. این دیوار رو دست زلاتان بدی، الان کج اومد بالا ریخت، دوباره هم کج میاد بالا میریزه کاملا. و در فوتبال ایتالیایی که انقدر مدیر ورزشی اهمیت داره، اسمایی که داریم میگیم مثل پاراتیچی، مثل ماروتا و کلا فوتبال ایتالیا، مربی اونقدر کاری به خرید و فروش نداره مگر اینکه اسم گنده‌ای مثل کنته باشه. یعنی خود آلگری هم در یوونتوس همیشه اوکی بوده با اینکه کی فروش رفته کی قراره بیاد و نظر نمیداده. الگو هم الگو درستی بوده برایشون. اگه نگاه بکنی میبینی اون یوونتوس موفق بوده، اون اینتر با این الگو موفق بوده. یعنی خیلی نابجا نبوده که نه حتما فلانی رو برام بخرید، نظرشو میگه و اونها انتخاب میکنن. مشورتی کار میکنن. کاملا. راجع به کنسیساو که گفتی، علاوه بر تاکتیکی، خب کنسیساو مقابل تیم‌های بزرگ همیشه 4-4-2 لو بلاک خیلی منظم بازی میکرد که اذیت میکرد تیم‌های بزرگ رو. پورتو تا یک قدمی نیمه نهایی چمپیونز لیگ رسید، سخت کوش بود تیم‌هاش همیشه کاملا. و مقابل تیم‌های لیگ پرتغال به خاطر اون اختلاف سطح اسکواده که خیلی زیاد بود، تیم‌هاش غالب بودن معمولاً با اون شیوه پرسی که گفتی. ولی تو ایتالیا به چرا موفق نبود؟ به نظر من در بازی‌های بزرگ موفق بود، همونجوری که گفتیم. یعنی یووه و اینتر رو در سوپرکاپ برد، با مهره سیاه بازی می‌کرد کاملا. و در کوپا ایتالیا هم مقابل اینتر که تیم قدرتمندتری ازش هست و میلان آندرداگ، میلان تونست بازی خوبی بکنه مقابلشون. ولی مثلا فاینورد در چمپیونز لیگ، ونتسیا، تیم‌های وسط جدولی سری آ قرار نیست جلوی شما مالک توپ باشن. و کنسیساو نه خودش به نظر من اونقدر بلد بود این رو بازی بکنه، نه فرصت کافی داشت به تیمش این رو یاد بده که چطور بتونن از پس این تیم‌ها بر بیان. و همین شد که میلان پشت سر هم تو لیگ امتیاز از دست داد و تو چمپیونز لیگ هم اون شکلی حذف شد. و این به نظر به خاطر اون اختلاف سطحه که اگر یونایتدی هستی و این ویدیو رو می‌بینی، زنگ خطری که برای آموریم هم ممکنه براتون توی ذهنتون به صدا در بیاد که شاید نتایج آموریم در اسپورتینگ هم به خاطر اون اختلاف سطح اسکواده بود. یونایتد اگه نتونه اسکواد جمع بکنه که احتمال زیاد نمیتونه، چون تو چمپیونز لیگ گفتن 100 میلیون یورو کاملا و 100 میلیون یورو کاری نمیتونیم. آره یونایتد احتمالاً مقابل تیم‌های مثل وست هم، برایتون، برنموث خیلی بیشتر به مشکل می‌خوره تا جلوی سیتی و لیورپول و چلسی. و این هم در مورد کنسیساو بود. در مورد فروش ستاره ها برای تابستون، خب به تئو اشاره کنیم. تئویی که از وقتی قراردادش رو تمدید کرد، فصل 21-22 دومین نفر تیم از لحاظ تعداد دقیقه بود در باشگاه. فصل بعدش نفر اول بود. فصل 23-24 هم دومین فصل پیاپی بیشترین دقیقه رو بازی کرد در تیمش. و امسال با اینکه یه سری مشکلات با دو مربی هم داشت، تئو سومین نفر تیم توی دقایق بازی در سری آ. و همچین بازیکنی با این کیفیت من فکر نکنم در سری آ و میلان پیدا بشه به عنوان فول بک چپ. نزدیکترین اسمش دیمارکو بود که دیمارکو هم امسال افت شدیدی داشت و جاش رو یه جورایی به آگوستو داره توی ترکیب اینتر میده. راجع به تئو از صحبت‌هایی که برداشت میشد از نظری که فورلانی امشب داد اینه که تئو رفتنیه و اگر تیجانی ریندرز بره لیاو میمونه. یعنی بین لیاو و ریندرز هم یکی قراره بره. نظر راجع به تئو و اینکه چرا گذاشتن 30-40 میلیون بفروشن. ببین خب وقتی همون خوب فروختن است دیگه. ببین وقتی میخوام یه بازیکن رو بفروشی، همیشه اینو یادم نیست اینو کی گفته، ولی حرف قشنگی بود که آقا اگه قرارداد عرف 5 ساله است، سال سوم تکلیف بازیکنت رو روشن کن، نذار کار به سال چهارم بکشه. چون سال چهارم عملا قیمت یارو 30-40% نیست. یعنی پارسال بایر مونیخ چون فکر میکرد میخواد آلفونسو دیویسو بده به رئال، 65 تا میخواست بده برای تئو هرناندز. خب ندادی این بازیکن رو بهش. الان قیمتش شده 40 میلیون یورو. الان ندی تابستون 1 یورو گیرت نمیاد. این بازیکن میره. ببین چون اصلا از نیم فصل اصلا دیگه بیخیال میلان میره مذاکره میکنه. همینجوری بیخیال هست. خب و نکته‌ای که وجود داره اینه که ببین میلان باشگاهی نیست که بتونه
این کسری بودجه رو تحمل بکنه. پس شما باید خیلی زودتر از اینا به فکر باشید. سال سوم که شد آقا جون تمدید میکنی یا نه؟ 95% بازیکنایی که قراردادشون به سال چهارم کشیده میشه معمولا جدا میشن از تیم. الان به خاطر نوع نقل و انتقالاتی که هست داریم میبینیم دیگه. آقا رئال مادرید رو دارید میبینید، بارسا رو دارید میبینید، خیلی تیمای دیگه میان با بازیکن صحبت میکنن، میگن آقا 2 سال قراردادش مونده، الان داره صحبت از 2 سال بعد میشه. ببین از همین الان مسئولان لیورپول دارن به کناته میگن باید تمدید، 1 سال مونده و کناته نمیخواد تمدید بکنه. چرا؟ چون سال بعد بیاد رایگان رئال. در همین شرایط تئو و مانیان. دقیقاً آفرین. و الان خود تئو هفته پیش، 1 هفته نیست، خودشو پیشنهاد داده به رئال مادرید، رئال رد کرد. یعنی گفته بیا من میخوام بیام، حقوقم فلان میکنم، کم میکنم، بیا. تو داری میبینی بازیکن تو داری از دست میدی و تو شرایطی هم نیستی، مثلا تو سیتی نیستی یا پاریس سن ژرمن نیستی که بگی من به درک که این بازیکن از دست بدم، مهم نیست بودجه‌مو دارم. نه، تو نمیتونی این کارو بکنی. پس تو باید به فکر این باشی که آقا من بیام برم استعداد یابای خوبی رو داشته باشم. به فرض میگم اینو میفروختی، یکی مثل کرکژو مثلا میگرفتی اگه به فکر بودی. جونم عجب اسمی رو مثال زدی. میلان در مدیریت مالدینی کرکژ رو 1 میلیون رد کرد رفت. کرکژ بازیکن میلان بود. یعنی خب اصلا برای همین گفتم شما راجع به یوونتوس هم این حرفا میتونیم بزنیم. شما دین هویسن رو ببین چیکار کردی. میدونی واسه همینه که میگیم آقا صدای طرف که در میاد حق داره. اگه مثلا رئال سر اشرف حکیمی این اشتباه میکنه، میگه پرایم کارواخالو دارم، اشرفو چیکار کنم؟ دارم چمپیونز لیگ میبرم. اشرف آفرین. میدونی اشرفو میخوام چیکار؟ حالا وقتی ندارم یه سال کثافت هم بعد میرم مثلا آرنولدو میگیرم، چون علاوه مالی میدونم اگه یه سالم بد باشم سال بعد با 200 تا 300 تا میام به جون بازار میافتم. و در سال بعد رئال میتونه به خاطر مختصات لالیگا دوم بشه. سال چمپیونز لیگو دارم، چمپیونز لیگو دارم، سوپر کاپ نمیدونم اسپانیامو دارم. شما تو سال بعد نهم میشی، چون بولونیا هست، فیورنتینا هست، لاتزیو هست، آتالانتا هست. پول از دست میدی، جذابیت که تیمت بعد داشته باشه از دست میدی. برای همه احساس میکنم اینا اشتباه کردن. راجع به ریندرز به نظرم حسین بس تموم شده است اصلا. آره 60-70 میلیون سیتی داره میره سیتی. یارو تموم شده است و به نظرم ریندرز الان فروشش فروش بدی نیست. چرا؟ چون 13-14 تا پول دادی آوردی، یه پول خوبی داری میگیری و حالا بعد دنبال یه بازیکن باشی که به نظرم تو سری آ بعد بگری دنبالش یه بازیکنی پیدا بکنی. فکر نمی‌کنم الان با بالاتر از کیفیت ریندرز رو بتونی پیدا بکنی بیاری تو تیم. مثلا به نظرم یه پروفایلی که الان صحبت کردی تو ذهنم اسمش ماندراگورای فیورنتیناست که شاید مثلا بتونن با 10-15 تا بیارن جمعش کنن. تو همون سری آ بعد دنبالش بگرده دیگه. ریندرز رو بفروشی که نمیتونی 30 تا بذاری روش بری یکی دیگه رو بخری. تو در حال حاضر میلانی، اقتصادت به این اجازه رو نمیده. و رافائل لیاو من نمیدونم چقدر قراردادش مونده. لیاو فکر کنم بیشتر مونده و لیاو احتمال رفتنش هست اگر پیشنهاد عجیبی بیاد. یعنی باید ببینیم عربستان، چلسی، بارسا. الان بیشترین اسمی که نزدیک لیاو است بایر مونیخ و اتلتیکو مادریدن که بایر مونیخ هم حالا خیلی داره میچرخه بعد از دست دادن فلوریان ویرتس. یعنی ازه بهشون لینک شده، میتوما لینک شده و لیاو هم جدی ترین اسمه. ولی به نظر من اگه ستا رو همزمان دست بدن، همون حرفی که اول ویدیو زدم، جذابیت میلان خیلی میاد پایین، سخت میشه. یه دفعه این تیم دوباره 2-3 سال میره توی یه درجا زدنی. و یادمون نره مایک مانیان هم گزینه جذابیه برای خیلی از تیم. خیلی من اونم نمیدونم، میگم متاسفانه این دوتا رو نمیدونم قراردادشون چقدره. مانیان مثل تئو دیگه به سال آخر وارد میشه. سال آخر اونم مفت دست میدی. چون الان در حال حاضر دروازه‌بان یه پستیه که تو دنیا نیست اصلا. کلا خیلی بگردی پیدا نمی‌کنی دروازه‌بانی که سن پایین باشه، حالا یا اونقدرا مثل تیبو کورتوا سن بالا نباشه و دروازه‌بان خوبی باشه، پیدا نمی‌کنی. خیلی کمه پروفایلش تو مارکت اگه بخوای نگاه کنی. هرچی هم خوب هست اینتر داره جمع میکنه دیگه. یعنی الان اینتر اگر زومر هم بره، مارتینز گلر دومشون میاد کارو جمع میکنه. آره. واسه همین به نظرم میلان باید به فکر باشه، یا باید سریع قرارداد 1-2 تا از اینا رو تمدید بکنه، چون همین الان اگه تئو هرناندز قراردادش 2 سال دیگه ادامه داشت شما 60 تا پولش بود توی بازار. بازیکن به شدت با کیفیتیه، به هر تیمی میتونه آرزوم تئو لباس چلسی بپوشه. ببین نکته‌ای که راجع به میلان وجود داره، رافائل لیاو و تئو هرناندز، حالا مایک مانیان حالا بذاریمش کنار فعلا، این دوتا بازیکنایی که حالا شاید اگر مثلا لاوتارو مارتینز رو در نظر نگیریم، مثلا شاید واقعا میشه بگی بهترین بازیکن سری آ.
چهره‌ان حداقل، یعنی اگه عمل کردم در نظر نگیریم چهره‌ای سری آ ان دیگه، یعنی اون چهره‌ها باعث اون فروش تبلیغات و حالا چیزهای دیگه، قراردادهای تبلیغاتی تیم 100%. الان واقعا کم داریم بازیکنی با تئو، خیلی بازیکن با کیفیتیه، خیلی بازیکن با کیفیتیه. من فقط میدونم که اینا یه مربی میخوان یا اینا تنها چیزی که محرکه براشون به نظرم این که یک خودشون رو بزرگتر از تیم نبینن، دو انگیزه داشته باشن. یعنی اینا بازیکنان که اگه انگیزه داشته باشن کیفیتی ثابت شده است، میدونی؟ یعنی ما راجع به اوکافور که صحبت نمی‌کنیم، داریم راجع به رافائل لیائو صحبت می‌کنیم. تو روز خوبش میتونه هر خط دفاعی رو آزار بده. آره مثل دمبله نیاز به لوئیز انریکه دارن که سر به زیرشون کنه. دقیقاً الان بهترین مثال رو زدی. دمبله یه بازیکن به شدت با استعداد که استعدادش بر کسی پوشیده نبود، ولی بازیکنی که همش مصدوم بود، نمیدونم درست سر تمرین نمیومد، حالا داره جونش هم برای تیمش داره. چرا؟ چون حرف مربی رو میخونه. مربی قشنگ جوری باهاش صحبت کرد الان طرف چمپیونز لیگ ببره، توپ طلاش هم میتونه ببره. یعنی این بهترین مثال رو زدی واقعا. و رافائل لیائو کم استعدادی نیست واقعا، بازیکن سرعتی یا دریبل زنه، به شدت بازیکن با کیفیتیه و هر تیمی تو دنیا میتونه فیکس باشه. تو هر تیمی تو دنیا میتونه واقعا فیکس بازی بکنه، به شرطی که یک خودش بخواد، انگیزه‌شو داشته باشه، دو اون مربیه بتونه یه انگیزه‌ای به این بده، اینو مثل موم بگیره تو مشتش، نه اینکه بازیکن ول باشه برای خودش هر کاری دلش خواست بکنه. آره تئو به نظرم مشتری تا 50 میلیون هم به راحتی براش در انگلیس پیدا میشه، یعنی راحت دستمزدشو میدن، هم راحت بیشترش میدن. آره خودش باید ببینیم که راضی میشه بره یا نه، که همون بحثه که با ایجنتش باید ببینیم چه صحبتی میکنه، میخواد یه سال دیگه بمونه رایگان بره، مثلا اون ساینینگ بونس رو بگیره یا چی. و پی اس جی هم گزینه جذاب میتونه حتی براش باشه اگر پی اس جی بخواد بگیرتشون. فرانسه است، پاریس، جذاب به آخر شهر. لونو مندز چیکار کنن؟ نه مثلا میتونه اونجا بره، حالا کنار برادرش هم هست، یعنی خیلی پاریس براش جذابه. توی یه مدل سیستمی مثلا بخواد انریکه پشت نونو بازیش بده، از این کارهای مختلف یه گزینه است. حتی عربستان یعنی اونم ممکنه. خیلی حیفه براش که بخواد بره عربستان واقعا. امیدوارم از این تصمیما نگیره واقعا، چون واقعا تئو عمر فوتبالیش باقی مونده. با این کار واقعا خودشو نابود میکنه. آره از این نظر حیفه. این تصمیما حیف. آره به عنوان هوادار حیفه. اصلا به عنوان هوادار فوتبال ما نیاز داریم تئو هرناندز رو ببینیم بازی بکنه توی تیمایی که تاپن. میلان هم یه وقت خدای نکرده طرفدار میلان ناراحت نشن، میلان هم به شدت تاپه. ما هم ناراحتیم از این اتفاقی که واقعا برای میلان افتاده. این سبک مدیریت، من خب یادمه دیگه مدیریت بلوسکونی و گالیانی، دو تا آدمی بودن که اسمشون رو تریلی نمیکشید. حالا به هر حال یه سری اتفاقات افتاد که الان جاش نیست توی این ویدیو بگیم، ولی خب اصلا اسم اینا رو میآوردی، اینا عجیب غریب بودن. یعنی به واسطه اون سوپر ترکیب هایی که میلان در دهه 90 و شروع دهه 2000 داشت خیلی طرفدار جمع کرد دیگه، یعنی اون تیم رویایی. شما الان اکثر طرفدارای میلان هم که نگاه بکنی، اکثرشون الان کسایی که نزدیک 40 سال یا 40 سال به بالا، چون مثلا دهه 90 دهه سری آ کلا و تیمای ایتالیایی همشون ابرقدرت بودن و میلان هم که دیگه حتی جلوتر شفچنکو، کاکا بازیکن توپ طلا تا سال 2007 که خودشون اینا کاکا توپ طلا گرفت و بعد از اون هم باز اینا رونالدینیو و بکام داشتن دیگه. از 2013 2012 13 بعد دیگه میلان رفت دیگه توی یه وضعیت متاسفانه بدی. آره کاملا. و راجع به تیجانی ریندرز به نظرم درست‌ترین حرف رو گفتی که الان بهترین تایم فروششه، چون که آره فصلی من فکر نکنم تکرار بشه که ریندرز دوباره بخواد انقدر گل بزنه و انقدر در آشفته بازار میلان به چشم بیاد همچین بازی کنی، چون کلا این تایپ هافبک خیلی کم به چشم میاد. نمونه مثال اون دمبله طور بخوام بزنم میشه گندوگان خود سیتی که یکی دو ماه آخر فصل میشد زیدان و 10 تا گل مثلا میزد، به تیمش کمک میکرد و همون نقش رو هم قراره در سیتی پپ بگیره. به نظرم فروش خیلی درستیه براشون. میتونن پول بیشتری از سیتی هم بگیرن، چون سیتی یه جورایی از ویرتس کشیده کنار، پولم داره. یه ذره اینا بگن آقا نه و میخوایم تمدید کنیم و علی این حرفا بزنن، به نظرم یه 10 15 تا دیگه میشه به سیتی فشار داد. آره نه تا 75 فکر کنم جا داره که بخوام بگیرن. و لیاو هم که دیگه واقعا چی بگیم، لیاو علاوه آماری بین وینگرهای سری آ بیشترین پاس گل رو داره، بیشترین ایکس جی رو خلق کرده و دیگه تاپ دیگه، ما راجع به کیفیتش صحبت نداریم. دقیقاً. و سراغ آخرین موضوع ویدیو بریم که تابستون بعدی میلانه، ولی خب قبلش باید اینجا یک پرانتز باز کنیم.
مدیر ورزشی که کاردینالو و فورلانی و زلاتان و رفقا تصمیم گرفتن انتخاب کنن ایگلیتار است که خب ایگلیتار بازیکن سابق لاتزیو و بولونیاه و در لاتزیو مدیر ورزشی تیم بود، یعنی ماروتای لاتزیو بود. لوتیتو خب مالک خیلی سختیه و مالکی مثل دیلورنتیس، کار کردن باش آسون نیست و ایگلیتار در لاتزیو اسمهای خوبی رو دقیقاً تونست براشون جذب کنه. استفان دی فرای، آچربی، ایموبیله، لوئیز آلبرتو، سرگئی میلینکوویچ ساویچ، زاکانی، السیو رومانیولی، اینها بازیکنایی بودن که اسمایی بودن که ایگلیتاره تونست به لاتزیو اضافه بکنه. نکات مثبتش اینه که خب به فضای لیگ آشناه، سالها در سری آ کار کرده، به عنوان بازیکن و مدیر ورزشی و با مدیرهای ورزشی دیگه ارتباط داره که این ارتباط میتونه به خرید از داخل لیگ ایتالیا کمک کنه بهشون. و این نکته‌ای که گفتم یک خبری که کوریر کار کرده رو تکمیل میکنه که کوریر گفته ایگلیتاره دنبال جلب کردن و جذب کردن یک هسته ایتالیایی برای میلانه، یعنی میخواد یک هسته ایتالیایی میلانی بسازه توی تیم علاوه اسکواد و خب این کمکشون میکنه. بازیکنایی مثلا روولا یا همین فاجولی، بازیکنایی که تیمای دیگه قدرشون رو نمیدونن، چزاره کاسادی که مثلا چلسی به تورینو داد، اینها رو بتونن جذب میلان بکنن. و یکی از کارهایی که جزء نکات مثبتشه اینه که با بودجه کم میتونه کار کنه. لاتزیو بودجه زیادی نداره. موفق بوده تو لاتزیو. آره کاملا. دو تا نکته منفی داره. یکی این که با آکادمی زیاد سر و کار نداره که خب این رو ما نمیتونیم الان قضاوت کنیم. شاید لاتزیو آکادمی خوبی نداره. بله. و نرفته سراغش. یکی هم این که خب تحت فشار باشگاه بزرگ کار نکرده. آره. ببین اگه اشتباه میکنم تو اصلاح کن. من احساس میکنم خود مالدینی زمانی که بود دوست داشت با ایگلیتار کار بکنه. نمیدونم این 100% درست است ولی یه چیزای پس ذهنم هست که اینو دوست داشته که این اتفاق بیفته. آره. من مطمئن نیستم، یه فکت نیست، ولی این چیزی که یادم قدیم خونده بودم راجع بهش، به نظر من با این گزینه خیلی موافقم. گزینه بدی نیست، گزینه خوبیه، خیلی بهتر از چیزای مدیریایی که الان هستن. ولی خب نکته منفیش همونه که خودت داریم ببینیم تو فشار میلان میتونه کاری از پیش ببری یا نه. ببین ما فکر کنم مالدینی 4 سال مدیر میلان بود، درسته؟ آره، از همون شروعی که با خودش تئو رو هم به توی این 4 سال نایب قهرمانی داشته، قهرمانی داشته، تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ فکر کنم رسونده. ببین نگاه کنی میبینی این تیم روند خوبی بود. حالا شاید بگیم خرید و ناموفق باشه، روند خوبی بوده. مشخصه که این تیم از بعد رفتن این آدم دوچار یه بحران مدیریتی شدید شده و من اولین قدمش اینه که شما آدمایی که نالایقن اونجا که راجبشون صحبت کردیم، نمیخوام دیگه الان اسم ببرم تکراری میشه بحث رو، بندازی بیرون و ایگلیتاره به نظرم گزینه خوبی میتونه باشه. ای کاش پائولو مالدینی برمیگشت دوباره. من اعتقادم به این قضیه است. آره ولی خب دیگه روابط خیلی تیر و تار شد. خیلی. آره در این حد که از اونجایی که مالدینی خب خارج از شهر خود میلان خیلی خیلی محبوب تره، یعنی به صورت بین المللی مالدینی بسیار محبوبه در کل دنیا، چه میلانی باشیم چه نباشیم. الان من و علی هیچ ارتباطی تیم هایی که دوست داریم به ایتالیا نداره ولی عاشق مالدینی است. من بازیاشو دیدم، واقعا بهترین دفاع تاریخه. کی میتونه مالدینی رو دوست نداشته باشه؟ ولی تو خود میلان همون اولترایی که گفتیم، همون بارونه لیدرشون، یه زاویه‌ای با مالدینی همیشه داشتن و این زاویه خب الان داره زمان رو ثابت کرده که اونا الان آره اونا هم به اشتباهشون پی بردن دیگه. یعنی گفتن که مالدینی برگرد، ما غلط کردیم. با اون بودجه‌ای که داشته واقعا الان می‌بینیم کارو خوب جمع کرده بود. این تیم قهرمان کرده، نایب قهرمان کرده تو چمپیونز لیگ. حالا شاید یکی بگه قرعه اب نداره، مگه الان امسال به چه قرعه‌ای خوردن؟ به فاینورد خوردن. دقیقاً. فاینورد تیم نبوده که تو بیای بهش ببازی، تازه بهترین بازیکن فاینوردم بری بخری. آره مالدینی اتفاقا لحاظ سنی هم برعکس بارسی خیلی به رخکن نزدیکتر بود، باشون ارتباط نزدیکی داشت، کمکشون میکرد لحاظ روحی، روانی و یا حتی فنی. نمیشه گفت در پیشرفت تو اثر نداشته. نکته‌ای که هست اینه که خب موقعی که مالدینی رو اخراج کردن تو پیج و سایت میلان اونقدر خبری کار نشد که کامنت از طرف اون قشر بین الملل بگیرن که خیلی خیلی عاشق مالدینی هستن، طرفدارای کل دنیایی که طرفدار میلان هستن. بله. تو شهر خود میلان صرفا اونقدر اعتراض نشد که چرا مالدینی رفت و خب الان خیلی پشیمونن که چرا رفته. صحبت راجع به سرمربی بعدی میلان بکنیم که کسی که قراره با ایگلیتاره کار بکنه. خیلی فورلانی و ایگلیتاره دنبال
وینچنزو ایتالیانو هستن که به نظرم گزینه خیلی درستیه براشون، ولی خود ایتالیانو به شدت رد کرده، گفته میخوام در بولونیا بمونم، که اینم به نظرم هوشش رو نشون میده که یه جورایی چیش میگن حول نیمکت بزرگ نیست، همون جوری که گزینه جذابیه، همون جوری که مثلا ژابی آلونسو سال پیش رد کرد پیشنهاد تیم‌های دیگر رو، لیورپول و بایر مونیخ صبر کرد یک سال دیگه. این که بولونیا هم بعد از 50 خورده ای سال به جام رسید، فکر کنم نه 50 خورده ای سال، نه فکر کنم اولین جام تاریخشون بود و ایتالیانو رد کرد پیشنهاد رو، خیلی به نظرم نشون میده چقدر باهوشه. یه گزینه یکی دو روز مطرح شده، اصلا وقتی میخونم اعصابم داغون میشه، میگن میلان میخواد تییاگو موتا رو بیاره. واقعا امیدوارم این اتفاق نیفته. عجب. امیدوارم درس بگیر. دیدید دیگه یارو رو تو یوونتوس دنبال چی میگردید واقعا؟ تو این روزهایی که حالا در ویدیوهای فوتبال تیوی شو که ترنسفر رو قرار بررسی کنیم بهش حتما میرسیم، که میگن از همیشه نزدیکتر اینزاگی به نیمکت الهلال، سالی 100 میلیون دلار بهش پیشنهاد شده. به نظرم اینتریا اسطورهشون رو برگردونن به تیم خودشون چون بفرستن رقبا. آره مطابق مربی اینتر شه. آره دیگه. آره میگم بعد ببینیم این گیتاره چیکار میکنه، میاد نمیاد، و اینکه مربی خیلی گزینه مهمیه و بعد از مربی اینه که بتونن انتخابای خیلی خوبی تو نقل و انتقالات داشته باشن، فروش خوب و خرید خوب. آره 3 تا اسم اساسا نظرت در موردش بدونم. ایتالیانو که دوست داره در بولونیا بمونه، شاید اصرار بیشتری بکنن راضیشه. کنته که فن بیس میلان دوباره عاشقشن و میگن که تیم دهم و قهرمان کردی بیا تیم نهم هم بگیر، و اصلا با این وسوسه میخوان بکنن کنته رو و دارن این پالس رو مدیریت میدن که با این دیالوگ برید سراغ کنته که تو میتونی تبدیل به اولین مربی تاریخ بشی که با اون 3 تیم بزرگ اینتر، یووه، میلان قهرمان سری آ میشی، و اولین مربی که با 4 تیم یعنی ناپولی، اینتر، میلان و یووه قهرمان سری آ میشی. با این میتونن وسوسهش کنن و بازگشت میلان و آلگری. آره کنته الان بین یووه و میلانه. ببین من راجع به آلگری هم واقعیتش اینه که مثبتم. ببین آلگری شاید خیلی طرفدار نسل جدید و جوان نداشته باشه، ولی واقعیتش اینه که آلگری کننده کاره. شاید یه فوتبال قشنگی رو تو نبینی ولی اون کار خودش رو انجام میده. من موافق اینجور اسمام. من با آلگری کاملا موافقم، با کنته خیلی خیلی موافقم، و کنته هم موقعی که مربیگری نمی‌کرد یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که من دارم افسردگی میگیرم از اینکه مربیگری نمی‌کنم، و الان فکر نمی‌کنم کنته کسی باشه که، چون میدونی من ناپولی میره، قطعا میدونی من ناپولی میره، صحبتاش ماهاست این رنگ و بو رو داره که آقا من میرم اول یا دوم میرم، فرقی نداره، انگیزه‌ای برای ادامه نداره تو ناپولی. و به نظر منم با حالا مدیریتی که دیلورنتیس قبلا هم نشون داد دیگه، یعنی اونا اول شدن، سال بعد شدن بدترین کسی که از عنوان قهرمانیش میخواد دفاع بکنه، کثافت که میخواد درس بگیره از اون موضوع دیگه. یعنی دیلورنتیس هم خیلی فعال دنبال اسمایی مثل خود آلگریه و علاوه بازیکنی هم دنبال اسمای بزرگی مثل کوین دی بروینه است. آره کوین دی بروینه که خیلی لینک شده بهشون. من احساس میکنم که آنتونیو کونته باید صاحب یه تیم دیگه‌ای بشه و اگر میلان میتونه این کارو بکنه اصلا نباید دست بکنه به هیچ عنوان، و اون کسیه که میتونه میلان یه دفعه بیاد سال بعد قهرمان بکنه. من هیچ تعجب نمیکنم واقعا، چون اون خودشو ثابت کرده، میدونه. و اتفاقا امسال دیدیم تو خود ناپولی هم اصلا خیلی وقت اصلا از فلسفه بازی خودش هم دست کشیده بود، یعنی اینجوری نیست که اونم خودشو تغییراتی داده در سیستم و نوع بازی که داره نسبت به بازیکنایی که داره. و به نظر من هم مکس آلگری گزینه جذابیه برای میلان، هم کنته. این جوان ممونا رو هم بریزید دور، واقعا اینا به درد یکی مثل میلان صحبت فاریولی شده بود که فاریولی ایتالیایی که آژاکس رو دوم کرد و آژاکس قطعا همکاری کرد، اون هم یکی از گزینه‌های جذاب جوونیه که لینک شده به همراه کسی که منتور یه جورایی حالا الگوی فاریولی بوده، یعنی روبرتو دیزربی. نه حتی پارسال خود دیزربی هم راجبش صحبت میشد، اونم امسال ثابت کرد که نه، صرفا یه مربیه که بعضی وقتا ایده‌هاش جذابه. من احساس می‌کنم این تیم باید یکی باشه بیاد جمعش کنه این تیمو. ببین الان کلودیو رانیریو ببینیم با روم چی کار کرد، اومد جمع کرد واقعا. حالا یارو پیرمرده اب نداره، اومد جمع کرد. حالا تو بگو نمیدونم این ایده های جدید فوتبال، آین نمیدونم دفاع رو چه کار بکنه، بیاریم هافبک کنه. این ببین اومد رومو چیکار کرد علاوه امتیازی تو جدول. خب بعد درس بگیرن دیگه از تیم‌های دیگه. تو موتا رو دیدی تو یوونتوس دنبال چی میگردیش؟ خود موتا خرید خودش که کوپ ماینرز بود و براش راه حل پیدا نکرد، در نهایت اخراج شد. کلی خرج براش کردن.
کی بود اون بازیکن ترکیه‌ایه که خیلی هم دوستش دارم؟ کنان ییلدیزو نتونست بابا. یه بازی وینگر راست بود، یه بازی وینگر چپ بود، یه بازی لوئیزو بود، گذاشت رو نیمکت. یعنی خودش بازیکنایی که گرفت و نتونست ازش چیز بکنه، بودجه رو به فنا داد. من امیدوارم واقعا میگم امثال تییاگو موتا و اینا نیان رو نیمکت میلان بشینن. میلان واقعا من به عنوان یه هوادار دوست دارم هر سال تو چمپیونز لیگ ببینمش. حیفه میلان، یوونتوس، اینتر نباشن. من ترجیحم اینه که این تیم‌ها همیشه باشن. تیمایی که طرفدار دارن و تیم بزرگ، مدیر ورزشی بزرگ میخواد در ابتدا و بعد مربی بزرگ میخواد. مربیای میلان شما نگاه کن ببین کیا بودن در گذشته. هر چی اومدیم جلوتر حالا الان داریم میبینیم. خود پیولی هم خیلی علیه السلام نبود ولی باز به هر حال اونم یه قهرمانی آورد. اونم والا خیلی طرفدار میلان میدونم دل خوشی با این حال ازش ندارن. ولی کنته و مکس الگری جفتشون به نظرم گزینه‌های خیلی جذابی ان و اصلا من اعتقادی ندارم که اینا تموم شدن. حتی خود الگری اصلا اعتقادی به این ندارم که یارو تموم شده یا هر چیزی. نه، آره میاد کارش انجام میده. دوره دوم یوونتوس الگری رو نباید در کریر الگری حساب کنیم، چون اصلا از تو ساختار خود باشگاه دشمن داشت علنا. یعنی جونتولی و الکان وقتی آنیلی رفت علنا دشمن الگری بودن دیگه، اصلا نمیخواستنش. آره که اون بساط فینال کوپا ایتالیا رو رقم زد، دعوا کرد و کد در آورد و همین مدمکس اون دیوانگی آلگری شاید بتونه یه روح تازه‌ای به میلان دوباره بده و بهش قهرمان کسی که کار تو ایتالیا رو دوست داره. آره خود میلان رو قهرمان سری آ کرده اصلا با خود همون زلاتان و حالا کار تو ایتالیا رو دوست داره. قبلا هم ثابت کرد اسمو سر همین یوونتوس دوره دوم بنده خدا باش بد که با یارو پیشنهاد رئال رو رد کرد 4 سال پیش تو یوونتوس موند. بارها هم مصاحبه کرده گفته پشیمون نیستم از این کار. میدونی با اونم بد کرد. حالا ما پروندهشو رفتیم راجع بهش صحبت کردیم، اینجا نمیخوایم بشکافیم دوباره. ولی به نظرم میلان همونی که گفتم مدیر بزرگ، مربی بزرگ، این دوتا میتونن از بازیکنهای پایین‌ترم. الان ناپولی امسال ثابت کرد دیگه، روم ثابت کرد دیگه که یه مربی خوب بیاد چجوری میتونه رختکن رو متحد کنه، چجوری میتونه بازیکن‌ها ازش حرف شنوی داشته باشن. امیدوارم این اتفاق تو میلان هم بیفته. میلان متاسفانه به دور از فلسفه خودش شده و فوتبالی هم که بازی میکنن فاقد هویت و فلسفه است. آره کاملا. و مختصات ایتالیا جوریه که واقعا با چند تا خرید و یه مربی درست حسابی میشه قهرمانش کار در میاد. آره کار در میاد. و یکی از شرط‌های کنته برای موندن تو ناپولی هم اینه که 250 میلیون بودجه بهش اختصاص بدن، بازیکن‌های کلیدیش بمونن و پیش‌فصل خوبی داشته باشه. سنگ بزرگه. آره گفته حتی امکانات تمرینی باشگاه هم باید کلا عوض شه، یعنی کمپ تمرینی و اینها هم باید بازسازی شه که یه جوری یه شرطی گذاشته که بره. یه سنگ بزرگی گذاشته که طرفدارا ازش دلخور نشن. آره. بگه من گفته بودم به این شروط میمونم، نشد. خیلی اتفاقا دارن مسالمت آمیزم جدا میشن. حتی خود دی لورنتیس با اینکه خیلی سرد هم دیگه رو بغل کردن تو جشن قهرمانی مصاحبه کرد، بلافاصله گفت کنته قرارداد داره ولی اگر بخواد جدا بشه ما جلوشو نمیگیریم، با اینکه عاشقشیم و دوست داریم بمونه. یعنی اونقدرم با هم مشکل ندارن. یعنی ببین یه چیزایی به نظرم این پسه شده از اون مصاحبه‌ای که انجام دادم. به نظرم قهرمانی هم شیرینش کرده دیگه. یعنی آره 100%. 100%. من فکر نمی‌کنم طرفدارای ناپولی فکر می‌کردن دیگه بتونن قهرمان بشن. اصلا 25% اسکودتوهای تاریخ باشگاه رو کنته آورده دیگه. بعد جالبیش اینجاست که تو موقعی آورده که 2 تا ستاره این تیم موقعی که قهرمان شد 2 تا ستاره جهانی داشت. یعنی ویکتور اوسیمن تمام تیم الان نگاه نکنیم ترکیه است، تمام تیم که به نظرم بازیکن خوبی است، بازیکن بدی نیست، تمام تیم‌های دنیا آفرین تمام تیم‌های دنیا انگوش به دهن بودن که آقا ما ویکتور اوسیمن رو بگیریم. چه خریدی کرده ناپولی از فرانسه، چه خرید، چه بازیکنی از فرانسه آورده، ما کوارتسخلیا رو بریم بخریم. خب بدون اینا اومد تیم قهرمان. این اسکواد باور کن دیدیم تو پاریس دیگه. دیدیم تو پاریس داره چیکار میکنه که من خودم میگفتم لوئیز انریکه روانیه رفته اینو خریده. حالا ثابت شد که ما روانی هستیم. اون بلده چیکار بکنه ما نمیدونیم و ما فکر نمی‌کردیم همچین اتفاقی قرار بیفته. یعنی می‌بینی اون ناپولی خوشگلی بود که قهرمان شد. ناپولی 2 سال پیش ناپولی بود که زیبا بازی میکرد، فوتبال خیلی قشنگی. ولی این ناپولیه که اون امکاناتو نداره. این بازیکن اسقاطیه. الان کدوم تیم تو دنیا لوکاکو رو می‌خواسته بعد این اتفاقاتی که افتاده؟ کدوم تیم مک‌تومینای رو می‌خواسته واقعا؟ اونا رو ول کنیم. پولیتانو و رحمانی فیکس تیم همین کافیه واقعا. و اتفاقا
میگم این پرونده ناپولی نیست ولی زیاد راجعش صحبت کردیم. این قهرمانی به نظر من اتفاقا خیلی بیشتر بهشون چسبید که تو کورس بودن تا لحظه آخر هفته اون از نیم فصل تموم شده بود. قهرمان بود، مشخص بود، رقیبی نداشت. اون تیم از نیم فصل قهرمان بود. آره ولی تو سری آ میلان حتی فصل بعد میتونه شانس قهرمانی باشه، همونجوری که گفتیم اگر مربی درست حسابی بیاد. چرا خریدهای درستی که بعد ببینیم ایگلیتاره چیکار میکنه و زلاتان مسئولیت قبول کنه اگر تصمیمی قراره بگیره، اگر دخالتی میخواد بکنه. مرسی علی جان. جنبندی اگر در مورد میلان داری؟ نه من امیدوارم که میلان به روز خوب برگرده و یه جمله توی که گفتی و یه ذره این به مخالفت میخوام، امیدوارم بره درست نشه، امیدوارم بره زلاتان ابراهیموویچ میلان بره، میلان بهتر بشه، آدمای دلسوز واقعی مثل مالدینی بیان که میدونیم با این مدیریت فعلی نمیشه. ایگلیتاره امیدوارم بیاد کارشو درست بتونه انجام بده، مربی خوب، بازیکن خوب و میلانیا حداقلش این باشه که اگر قهرمان نشن بگن ای مثلا سر 2 امتیاز ما قهرمانی رو از دست دادیم. میلان، یوونتوس، اینتر واقعا این تیمایی که من بچگی همیشه این بازی‌ها رو می‌دیدم و ابرقدرت بودن. واقعا حیفه که ما میایم میلان نهمه، واقعا دل آدم میگیره. آره واقعا میلان نهم. چرا میلان نهم؟ دومین تیم پر افتخار اروپا است. چرا باید این اتفاق براش بیفته؟ امیدوارم که شرایط درستی بشه و آدمایی که دلسوزن، نه به خاطر اینکه یه مالکی بیاد اونجا که بیزینسی بخواد راه بندازه و پول در بیاره. حیفه که به این سمت بره میلان. امیدوارم که درست بشه. دم تو هم گرم که حسین جان دعوت کردی و لذت بردم از هم صحبتی با. امیدوارم بچه‌ها ببینن، دوست داشته باشن. کامنت‌ها رو لطفاً بتره کن. دمتون گرم. علی جان گفت دیگه، کامل گفت که کامنت رو بهتر کنید، لایک کنید و لینک حمایت مالی از سوپشناس در دیسکریپشن وجود داره. در مورد میلان من هم بخوام جمع‌بندی بکنم کاملا با حرفات موافقم. من خودم اولین سکانس فوتبالی که یادمه توپ طلای شفچنکو در سنسیروه که داشت رونمایی میکرد و بله چه مهاجم. آره بزرگی میلان رو نشون میده که چقدر بازیکن‌های بزرگی در تاریخش داشته از دهه‌های مختلف و امیدواریم به بزرگی خودش برگرده و صرفا از اسب افتاده. از اصل هیچ وقت نمیافتن تیم‌های به این شکل. مرسی علی جان که در این ویدیو حضور داشتی. تا ویدیو بعدی و پرونده های بعدی، فعلا.